من که با گپی دوگانه کردم گپ شما را نگرفتم نه که گپی دوگانه ما گرفتم به اجازت شما های خانه برآمدم روز یک قدم نخستین در خانه ما مانده ما برابر یک بچه خودم تو را دختر گفتم هیچ وقت مادر خطای فرزند به دل نمیگیره یک از خرسانچان اویدیلی اون کس از برات شاید که دوی نیکنان ممکن خداوند بیموری است تو حامله‌دار هستی میدونی؟ چی؟ چی گفتی؟ انی تامی هزار رحمت این خدمت شما را من هیچ با فراموش نمیکنم شما از این کسلی گرفتار هستن عمری در روز نمیبینم Rahim Production. مرحبا سلام علیکم مرحبا کی است؟ بیا شینه سوزه نکجم سلامتی خوبان نتیجه تشخیصی اولما چی؟ همین بیوای عجوزه با برامد از سبای ما دمی روز دراز رسیده چیزی گفته بچم؟ نه خالا کتی دوگانه هم گپ زستم همون پاپشی هم پرتو حال بستک من زنگت میزنم با مایلا شما یک عمر همی مرا غم دادن غم میتینده اوقات گفته من چی در شما خدمتگارم؟ من در شما خدمتگارم؟ این قروز من نبودم شما اوقات نمیخورده همین مرا دیده اوقات خورشیده چهار کارتشکر اصل کرده نمیتونی خدا مالی کلین جون دم بگیره شما من خودو میکنم مالی من دم گرفته استم بپرایم شما چخیل فهمونم تینچی از خوی؟ برادر عزیز شما رو افتادن نشوید لیکن میدونی چی در علم تیپ بعضا چنین حالتهایی میشود که علم تیپ در حیرت میماند نتیجه تشخیص ها ناقدر خوب است چه؟ بیماری که در اوله شما قید کرده شده است بعد نتیجه تشخیص ها در بین هزاران بیمار یگان نفر از همین بیمار با وقوع میپیوندند که این را نه با واسطه علم طب نه با واسطه یعنی طبابت خلقی طبابت کردن نمیشه یعنی که میدونی چیه دادار جان؟ بعد چی خیلی میشود دکتر جان؟ میدونی چی خیلی میشود؟ ما باید آرزو و امید به نزد شما آمدیم
مشکل داداجان ما هم به یک امید و آرزو طالبت میکنیم که بیماران ما صحت سلامت شوند و هم ثواب گیریم هم چهره خندان اونها رو دیده قولی که یعنی ما داده‌ایم و قولی مصطفا باشیم ولی افسوس در بین هزاران نفر بعضا کسلی روی پیدا میشوند که علمی طب اونها رو فهمیده نمیکنند لیکن من به شما یک چیز رو من شما که قدر بدی کردم من هیچ وقت خود نمیبخشم نه در این دنیا نه در اون دنیا خود نبخشیده نمیتونم این که حاضر در روی مرگم اگر یک بار دیگر من شفای او موچه جون من خاکی پای شما میشم موچه ای گپی شما نمیبرم موچه جون ای گپی پسر شما نمیبرم موچه جون ما موچه جون امی قشم مرا گفته من که به گپی دوگانه کردم گپی شما را نگرفتم نه که گپی دوگانه ما گرفتم به اجازت شما های خانه برآمدم به اجازت پسر شما ما های خانه برآمدم من شفای اوم هیچ وقت به گپ دوگانه نمیکنم موچه جان شفای اوم خاکی پای شما را به دیدم بالای سرم کرده میگردم نه جونی اوچه نگوی خیلی هیچ وقت من تو را دعای بد نکردم هر یک فرزند خطاگی میکنه روزی قدم نخستین در خانه ما مانده ما برابر یک بچه خودم تو را دختر گفتم هیچ وقت مادر خطای فرزند به دل نمیگیره ما فقط دعای نیکت میتیم بچه تو نگو که ما صغیرایم اوچه ندارم اوچه مایم روزی که قدم نخستین در خانه ما مانده ما برابر یک پسرم ما دختر ما ای دست دادگیم نزد خداوند دعا کردگیم که مرا خداوند کریم بیتیه برابر دختر خودم دوست میدارم ما هیچ وقت خطای ترا بچم به دل نگرفتم دعای بدت نکردم ما هم یک پسر دارم ما یتیم کردم هیچ وقت نگو ما اوچه ندارم اوچه مایم اوتر مایم هیچ وقت زیر باشه شما باید ما رو درست فکر کنید درست درک کنید برادر جان این بیماری نه طبیبی است و نه طبی بسیارتر شخصانی که در همین بیماری گرفتار میشوند خواه شما درست میفهمید خواه درست از حسابی رنجاندن دل مردم میشوند این رو میگویند آهی دل مردم شاید اویلای شما دلی کسی رو در حیات رنجانده باشد که خداوند به این بیماری طبابت نشونده آورده رسانده است بله دکتر جان من رو چقدر درد میکنید نمیدونم لیکن من همچون دکتر راه اساسی شفا یافتن اویلای شما رو فکر میکنم دل همون آدمی رو که رنجانده است و این نمیدونم کی باشد از خودش پرسان شده شاید دل اون کس رو رفته از نو خورسان کنه و یک کس خورسان شوند آهی دل اون کس از برای شاید که دعای نیکنن ممکن خداوند بیماری است گویه شما دور کنه دیگر ما دکتران هر کاری از دستمون میومد کردیم افسوس خیلی به هر حال دادر جان ما طبابت میکنیم پیشگیری میکنیم لیکن دستی الله در الله ما طبیب هیچ ممکنه دکتر جان خیلی وضعیت با آیده فهمم ما امید با نکنیم میدونی شده در جان به هر حال شیطان امید بنده با امید به هر حال توکل رو به خدا کنید و باید اون آهسته فهمونده
зеро пеш аз беморӣ шояд суханҳои шумо таъсир карда вафот кунад. хулас афсӯс ин беморӣ оқибат худ надорад. агар ҳамин қадар худо шифои комил диҳад. байдаш бардаш. بیا بچه جان سازی خدا جان خوبه؟ رحمت ناز بچه سازی خدا سوزن دورو چی خدا؟ ناز گذاشته است؟ رحمت ناز یکو خدمت شدن ما اتاق کاری نیامد کجا؟ مایلی رحمت بچه سلامت باشی اومدی پسرم سوزی چجا؟ بیا جانی چه خوب هستم؟ سلامتی خوب؟ بیا پسرم سوزی خواهد چی شد؟ هیچ جوی تشخیصی ضرر گرفتم چون کردم؟ چی بود دست بیایید کن؟ همه تنجی خدا را شکر و چجا؟ شما تنجی هست؟ تنجی و چجا؟ نقص برام همه تنجی و چجا؟ بیا پسر جان بیا ساز بیا اینجا شین نشیشته نو چجا؟ من یک کمتر باد و هوای تازه برایم مایلش و چجا؟ شما شد مایلش جوابشو گرفته نه؟ من این برم ها؟ جوابشو آوردی ها؟ من این برم ها؟ گم زن آخه جوابشو بگو بس این قضا باید دادگیم در اینجا شما رو عذاب دادم اوچه جان عذاب دادم تنی قضا باید دادگی در این دنیا در اون دنیا من بروی بیشتر نمیبینم گم زن جوابشو بگو این روز که در بستر مرگ مبارزه میبری با قدر مادر عزیز من با قدر شوهرت نمیرسی نه من و مادرم در یاد تو زدیم چی روزهایی بود که نسبت مادر من به احترامی میکردی با گپ چندین دوگانهات کردی با گپ چندین یار و رفیقات کردی عاقبت چی کار کردی؟ زنک جوابش برآمده من نمیبرم میدونی کی؟ گم زن آخی چیه جوابش گم زن ما با تو یک خبری خوش دارم یک خبری بد گم زن تو میدونی که در بدن تو پسری نازنین من است تو حامله دار هستی میدونی؟ چی؟ چی گفتی؟ رحیم چی گفتی؟ ولی افسوس دیم خبری من برای تو این است که گم زن رحیم گم زن شخصانی که به این کسلی گرفتار هستند عمری دراز نمیبینم
جز خودت کسی دیگر ندارم تنها به خودت تکیه دارم فرزندانی مرا ای کلینی مرا بچه مرا در پناه دیگر باشد از خزینه غیبت به این کلینی من یک شفای کامل عطا کن یک جای خراب تیار میکنیم یک جای میخوریم جونی بچه همش میگذره سلام علیکم آشا جان علیکم بر سلام میبسرم شکر خراب دادیسیم میبسرم خیلی خرابتون آبتونی آشا جان زنک جان من نمیخوام که از نتیجه تشخیص ها مادرم آگاه شود در حیات همین چیز رو بین من و تو سیر ماند التماس زنک جان ضرر رو میگیریم باقی مانده توبت رو در خانه میگیریم برای چی؟ برای که انشاءالله که ضرر سیاه چیدگیه باقی ماندهش در خانه گیریم در اینجا دلگیر شده چه جان فکر چی مرام کردن در مایلی من تاکسی را جه زنم مایلی assalomu alaykum ocha jon nazir xizmat so'zay anga jon nazir xizmat chiqaymiz mekni hey shuma خوب هستین ناز سلامتی چیکارشه قرضانی خوب مادر جان شما چیکار همه خوب من ناز شما ناز تبریک مادر جان باور کنید بعضا معجزه های با وقوع میپیوندد که علم طب حتی حیرت نمیافتد علم طب مادر جان ما حاضر جان گوش کنید فقط دکتر جون پس که از این کار مدت من خبردار نیست من در حال یک مادر دارم شما تماما فکر خودتان میدونم در دیگر جون ولی میدونی چی گپ در سر این که معجزه روی داد معجزه شما من نمیدونم بعضا وقت در ما بیماری های میویند و معجزه های در ما میشوند که علم طب در حیرت میمونم چی من نفهمیدم درست فرمونه دکتر میدونی چی دکتر جون بعد سپاریدن آنالیزهای اویله‌تان خواه شما معجزه افتاد که ما دکترها در حیرت افتادیم چرا یکون چیزی بدتر شد؟ نه شخصانی که با این کسل گرفتار میشدن راستی گپ عمری دراز نمیدیدم و یا شما خودتون فکرم فهمیدم پس دکترون چی باشم پس ولی مادر ایمان درک ندارد ولی معجزه چه؟ علم طب در حیرت میافتد بعضی معجزه ها میشود خوشبختانه تشخیصی نوی که اویله شما سپارید تازه برآمد
дар бадани оилаи шумо тамоман ин касал дигар дида намешавад. аниқ духтар ҷон, аниқ табик. ҳазор раҳмат. ин хизмати шуморо ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. шумо аз мо не, аз худованд миннатдор шавед. худора шукр, ҳазорон бор шукр, ҳазорон бор, ҳазор раҳмат духтар ҷон. ин натиҷаи ташхисҳо. модарҷон, шумо метавонед чизои худро ғум доред, баъдтар ба кабинети ман роед. писарам бачаам ҷону хизмати бисёр ҳеҷ модарҷон, ин вазифаи мо. шифоёфтани беморон, ин хурсандии мо. акаҷон, баъди ҷамъгир карда ҳатман маро бинед. барои шифо ёфтанатон як-ду қоғазро имзо карданатон. майлаш. модарҷон, заракҷон, хушбахтӣ хушхабар. чие? медонӣ чӣ? духтурҳо гуфтанд ки ин беморӣ дар бадани оилаи шумо тамоман дида намешавад. ин мӯъҷизаи худованда бинед. худора шукр. ҳазорон бор шукр. ҳазорон бор шукронат худоҷон ки боз зиндагии маро дубора бар ман баргардондӣ ба як дуои мани модари мускину танҳо. худоҷон ҳазорон бор шукрона мекунам. хушбахтӣ. ман таксиро ҷай занам. бачаҷон, ман таксиро ҷай занам. шумо чиз дурратон аз ҷамъ кардан гирен. майлаш писарам, майлаш. майлаш заракҷон, ман Ochajon? Ochajon. اومدین Ochajon? بیا Ochajon دیگه بیاین من آوتان تیار کردم استخدام من خدمتشون باش. هدا رو چم صدقه بشه. آجون میشه. از من خدمت دستا تا نشون Ochajon. سرجام بچه‌م نامد. از میپیه. من خدمتشون نه Ochajon من خدمتشون بیا. درو چشم. گشنه نشدین Ochajon؟ نه بچه‌م. به Ochajon من خدم نه بچه‌م نه Ochajon نه نه خوب نمیشه بچه جان به من خدمتشون. Ochajon ما گفته بودم که من همین ساز شدم شفا یافتم من خاک پای شما رو بالای سر میکنم. مالی قبول سخنات نه Ochajon من خدمتشون بسته. من تا روزی که زنده ام خاک پای شما میشم Ochajon. Ochajon شما خونه داره؟ حاضر رایم جانم اومده است. من خوراک میکشم رایم جان بیایم مایلم. درایم شما. شکرانت خدای بزرگی چون این روزهای خوشبختی همیشه در خاندان ما. چقدر وقتایی بود که چقدر تلخی و جنگ و جنجال بود. خداوند دعای من بی‌وزن را قبول کرد. همه باز برگشت. زنک؟ ای مردک جان اومدین؟ در اخوی ماندن خمایده شده گرفتم چو کردین عبید تیار کردین؟ آچه گفتگی ما ورده نه؟ هم مردک جان عبید تیاره چجان کتی شما را نگه داره؟ خونه داره چجان؟ درین؟ چجان؟ اموران داشتو دویده آخوته کردن؟ سلام علیکم چجان شین چجان اموران داشتو سازی چجان؟ خوب است این خورو کنه کشتی ها کو؟ شما را نگاه دار. اموران داشتو چجانه بیا زنک شکرانت خدا بیا
بیا من یادم کنم زنک مرمه کورگنش ده یا همه توره زنک جان ها مردک جان حاضرک آشد دم پرتافتم یا نیم ساعت حاضر بیسا اوچا جان دکتر نجمونی های کو ورچی اویلام دا بانیسه خیلی یوردم کرد خیلی دستگیری کرد حاضر مهمونی اومده سای یک بوره سهرجم همه کسی یک اوشی زنک جان بخیریم که چی خیلی خوب کرد خیلی ناز میشه زنگ نوزد که مهمونی اومدگی ما چجور مشونده یک چای کشم من اوقات مسئله سلات بچه بگی عیب نشه مایلا همه چی تیاره مردک جان دکتر بیا با خودت بکشم حتما زنک جان حتما مایلش خب گیرین روچه جان گیرین زنک بی کیه؟ بیاین دکتر بیا اومد دکتر نجمونی جون بیا کو السلام علیکم چیکار آقا جون ناز خوب یه حوالیو با ترتیبی خیلی خیر همین بیزن بیزه بودن انا زن اومد اولان گلیستون پیش ایزن بگم که مادر با دوی مادر حتما با اول مادر بعد زن مرحبت دکتر جان مادر چی خیلی است خدا باشه همینجا شما را انتظار است بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم سلام علیکم مادر جان نغز هستین خوب هستین سلامتی ها خوب اما خوب خدا را شکر اکر اینجا یگم تشویش نخرید یگم تشویش نکشید یکان تشویش نه دلگنده بگی بیا گوش دارش یک اوش برای شما که ما عبید نکردیم شما را انتظار کشیم ما این تمام خوردن و زیافت حتما با روزی دیگر می شود رنگ جان اساس من برای دیگر چیز موندم برای چی؟ حالا ینگه کنی ینگه آخی اوش کندنی رفت اوش حاضر مونید کمتر تنجه یک خوشبختی را من با شما میرسونم بعد از پسی اوش میشویم زنک تو زنک برای همه اولی لگنو را من یک بونید یا بیا خود چی گپی داره دایده بیا زنک جان بزا این نمیدونم چی سیر است که در این خونه خداوندی بزرگ بیا زنک جان نصیب کرد شما ینگه جان میدونی چی راستی مرا رحیم جان برای زیافت دعوت کردو لیکن کارم زیاد بود اومدن نخواستم خواستم زنگ زنم عذر پرسم که نمیتونم اومدن لیکن یک معجزه رخ داد که من باور کنید نتوانستم که بعد به شما بگویم چنان برابر شما خرسند شدم که خواستم از همین کار راست به خونه نیم به خونه شما برگردم و همین سخن نکرسونم باور کنید مادر جان دکتر جان تستره گپ دنه که دیل موز میکفه این زیافت هیچ اکنون یک زیافتی شاهانه میکنید حتما برای شما همه وقت قرضدار میدونی چه رحیم جان معجزه در همین که اویلای شما صحت و سلامت شد و اویلای شما سرجم و خوشبختی مانا زندگی آبادتون از نو لیکن از همه خوشبختی برای هر یک مرد برای هر یک اویلا که بیوی نمی شود نعمت خداوند باغ در دنیا و بهشت خداوند برای شما فرزند عطا فرمود و فرزند شما دو بچه دوگانی مادر جان باور میکنید هر جایش صحت سلامت نتیجه تحلیل هایی که ینگه سپرید نتیجه انالیز ها دو بچه دوگانی و صحت و سلامت با باوری ینگه تعهد کردن میتواند حضور آمد دکتر همه خطرها پسی سر شد ما از شما یک زیافت کلان قرضدار هزاران بار آمد مادر جان خرسندی همین شما شکرانه خدای بزرگ هزاران باش مادر جان من چنین خوشبختی ها نصیب ما گشت مادر جان من میگم که وظیفه ما دکتران تنها معالجه کردن است لیکن چیز است من نمیدونم خداوند یک بار با خونه شما اینقدر نعمت ها اینم برای همچنان یک دکتر یک درسی بزرگ شد رحمت دکتر جان تشکر مبارک شود ینگه جان مادر جان یکم سفیدی با شما یکم سفیدی خدا با خیرش برا با ما شما به نهایت قرض دارم لیکن من توفه را شما گرفتم من قرضی دکتری قرضی کاری خود قرضی برادری و وطنداری اجرا کردم انا این توفه با مادر عزیزم توفه مادر جان توفه از ما با شما از کارخونه میندار الکی زنک سلام علیکم سردار چه خیلی سازی کردید اینجا؟ اکا سازی مادر جان چه خیلی؟ ینگه جان سازی شد. بیا شیگه چو کردید؟
شینه من راست گپ یک خوش خبر دارم. چی خوش خبر؟ یک خوش خبر دارم گفتم که امیر در شما برسونم. بشی ولی بشی یک چای بشی بیشیم بچه هم یک گلا چای دیه بگم اکای دکتر چیکار امروز چی روزی فراموش نشونده که خدا همه وقت نمیخواد خرسندی بالای خرسندی باشن و چجای عزیز این همش با دعای نک شما گفت شیرال جان تینجی بود دادر جان کاربری کارخانه همه تینجی راست گپ در شاه جایزه کو شما خونه با شما دادم. بر من دو خانگه بو بر شما. دیدی دکتر جان اوچا جان دیده زنک دیدی اکای رحیم جان این خانه نه از کارخانه و نه از شما این پای قدمی الان دو فرزند نازنینه که خدا عطا کرد. بله در نخستین سخن نکی شما گفتین دیوم سخن نک نگاه الکای با ما خانه شی خداوند پیش از فرزندان رو با شما روان کردن الکای ریزقشون رو پیشکی روان کرد. بله، بزرگی خداوند رو ببینید. هزاران بار شکر. لیکن اکای رحیم جان همه ریزق و روزی همه خوشبختی همه چیزی که در دنیا نصیب ما بندگان می شود اولا از جانب الله است هدیه الله. لیکن خداوند هر یک سبب کرده به یک شخص به یک بندهش یک چیزی می‌آفرید و هدیه میکنه. لیکن این قدر بعد بدبختی ها و کمبودی ها در زندگی شما تا چند من میدونم چی سبب باشد چی باشد که این قدر خوشبختی ها رو خداوند به شما نصیب کرد. میدانی چی دکتر جان؟ سبب این همه خوشبختی سلام دوستان عزیز هواداران سامانه رحیم پروداکشن اینک فیلم نوبتی کلین وقت شما قسم دیوم روزهای نزدیک با کلی مردم با کلی تماشابینانی که قسم دیوم این کینو رو جدا دارن انتظار شوید روزهای نزدیک میبرد و نگفتن امانتی اولین سرپرستی که ما را دستگیری کرده است از حساب مرکز سلامتی اینا مرحمت بینید مرکز سلامتی دهه نوزمین ناحیه خراسان بهترین خدمت رسانی با سطح عالی و بالانسای نو مرحبا نمایید با بالانسای مو کسال نشوید که اگر سلوچای نگون گریب شدین مرحمت کنید دکتر تجربه دار یعنی یک سخن قطعی توبه تو میکنه. نه قدم میکنه خشتمان شغام داد کو راست همینجا خشتمان را حرمت کنید. بهترین دستگیری از جای حاجی بابا برادرانی که در روی اکران میبینین همش خدمت میکنن با سطح عالی در نام بالانسای نو بنیاد. خدا حافظ. چیه شرال جان؟ تینجی کارخانه همه سطح عالی. اوچا حضور رحمت الکای زنک اوشا سلام علیکم سردار چه خیلی سازی کارو اینجا اکا سازی مادر جان چه خیلی لنگا جان سازی شو بیا شیجه چو کردید شینه من راست گپ یک خوش خبر دارم. چی خوش خبر؟ یک خوش خبر دارم گفتم که امیر در شما برسونم. بشی ولی بشی یک چای بشی بیشیم بچه هم یک گلا چای دیه بگم اکای دکتر چیکار امروز چی روزی فراموش نشونده که خدا همه وقت نمیخواد خرسندی بالای خرسندی باشن و چجای عزیز این همش با دعای نک شما گفت شیرال جان چی